من از روز اول گفتم که ملت من در حالت بدبین است. ملت من از همه ملت پایمال شده امروزه در دولت روسیه همچون دولتایی که در اسنگ هستند. برگشتن من معنی ندارد که من برگشتم یک روسیه دولت زیباست، دولت بویترین است. من در اونجا نفقه میگم نه، برگشتن من فرماندن اساسا به سابق دولت‌های اسنگ و خودم به رهبریت روسیه به امروزه سیستمی که تاجیک برگشت. دیروز موافق پشت تاجیکستان به من دسترس شد قرار سودی عالی جمهوری تاجیکستان پس از گذشتن سودای رایونی و شهری و نظارنی این هم دسترس شد که در چیزهای 30 نوامبر 2018 تحت سودی عالی تاجیکستان محترم سعیدزاده پس از کشاندن چنین مکتوب، پس از خوانده برآمدن هر یک پروتی، این دهشت است. شخصا به شما چی جواب دادن؟ این چیزی که دهشت است. وقتی در چنین خواندن به فکر من پر است که خود سعیدزاده نخوانده است. ممکن امضاش باشد. اگر وای میخواد شرمی اون است که حتی اون دلیل و فاکتوری که ما آورده رسانده بودیم قسم اولش است و آن بیان نموده است. هنوز به خطا نوشته شده. حتی روز تولد سال تولد نوشته است. یا که 8 اپریل تولد شده است. من 1 اپریل تولد شدم. این هم خطاگی است. پاسپورت کرامت شریف در دولت شوروی سال 87 برهم داده شده است و این در این حالت سال 1997 می‌نویسد. یعنی که وقتی که اون تمام دلیل و فاکتایی که میره که ما در اینجا گناهکاری اساسی وزارت کارهای داخلی و خارجی تاجیکستان است، آنها جوابگیری شرمندانی بیرون از دولت و در این حالت چیزی که از آنها پیدا شد یک از روی قانون است و بدتر سعیدزاده به خود می‌نویسد که شما از روی زاده یکی تولد شدن در دولت تاجیکستان شهروند تاجیکستان حساب میکنید. دیگرش است مثلا وقتی باید سخن میگید همچون زاده جمهوری تاجیکستان بیاید انیقترش کنید، زاده ریسپوبلیک سویتی سوسیالیستی تاجیکستان. من نمیتونم در سن 56 سالگی خود زاده جمهوری تاجیکستان شدم. این هم میبیاره دیم عملی میکند اون چیزی که در کنستیتوسی تاجیکستان از سال 1994 نوشته که تمام شهروندان خصوصا شهروندانی در ساختار حربی بودند آنها و دیگران نیز در مدت 5 سال مراجعه به کنسولگری بیرون از دولت نکردند، از شهروندی خارج کرده شدند. من مرا برآورده بودم، دیگران هم برآورده بودند. امروز میگوید که نه این خیلی است. در اینجا یک چیز پیدا شد که اون فکرایی که ما خواستیم که بیند از نظر گذراند محترم سعیدزاده بفرم بار دیگر تکرار میکنن که این یک بدی نسبت تمام انسانیت ملت تاجیک است که اولا باید میخوام باوری دارم خواندگی نیست، باوری کامل دارم و در چنین نوشته در چنین فاکتور در اعلام آوردن حتی شرح‌های روسی را نادرست می‌نویسند، حتی گفتاری که روسی قانون است اولا گام میزنه که این شهروندی ندارد و بعدتر گام میزنه که اون زاده است. فکر کنید در حالت زاده بودن میلیون ها تاجیکستانی‌ها از اینا 600,000 روسا بودند. پگاه در حالت پیشروی اقتصادی تاجیکستان چی میشود؟ آنها برمیگردند و اساس همین کاغذ را میدانند. این بحثایی که در سوری فیض آباد، در سوری شهر دوشنبه، در سوری اسماعیل سامانی ادامه داد، چی پاسخ داد؟ یعنی از اونها حمایت کرد، قرار اونها رو بی تغییر گذاشت، چی شد؟ همین برای ما شد. با اینو بند نگرفتن اون چیزی که از طرف عرضه دهنده کرامت شریف نشد، لیکن باید تحلیل نمود که در کدام حالت من یک پرچش برای شما که مطابق طلبات ماده 29 قانون تاجیکستان ذکر نشد. از شهروندی جمهوری تاجیکستان اگر در مملکت خارجه من بودم، به خدمت حربی من بودم، خدمات امنیت، پلیس، مقامات عالی، مقامات دیگری حکومت و اداره دولتی گذارد، اگر در خارجه دائمی زندگی کند و دائمی در دبان 5 سال به سببای روزناک با قید کنسولی ایستاده باشد محروم می شود. و این خودش گفته که شما نبودید، لیکن در صحیفه آخر در تعیین کردن به قناعت مونده شود شکایت نظارت کرامت شریف. خود به خود من سوال میکنم چنین رفتار، چنین بی‌عدالتی نسبت ملت خود، نمیگم نسبت شهروند، نسبت تاجیک بودن، اینا برای کی فایده میگیرد؟ این ضرر عمومی امروزه جامعه تاجیکستان. حالا ببینید از سینه اولی دورگاهی
تاجیکستان، یعنی از سوی ناحیه فیض‌آباد تا شهر دوشنبه دیگر اکنون تا به دادگاه عالی تهران به شما پاسخ داد و به حالت پیشین گذاشت. یعنی شما شهروند تاجیکستان هستید و شما حقی به روسیه برگشتن ندارید. اکنون چیکار خواهید کرد؟ دیگر از پونکت است که در حالت گناهگار کردن روسیه هست در اینجا. هست در حالتی که روسیه رو این محترم سیدزاد گناهگار می‌سازد که ویران کردن بین دو کشور امضای عمومی در شهروندی دو دولت داشتن. آنها ناعدالتانه، رفتاری آنها ناعدالتانه حساب می‌کنه. اینجا فقط شما می‌خونید تا می‌بینید. چون که در آنجا که تنها در روسیه و برگرداندن کرامت از روسیه این نادرست تعیین نمودنی سودی لوبریتسکی است. اینا باید روسیه این کارو نمی‌کرد. یعنی که ضربه به تاجیکستان زد. بودن شهروندی تاجیکستان و روسیه و داشتن شهروند تاجیکستان در یک روسیه این بین دو دولت است. چرا فرستادن؟ ما برای امتحان کردیم که در اساس سپراوکی میدی تاجیکستان اشرف گلوف شده است این کار. حتی این مرد امروز کادروی که وزارت کره خارجه است در آنجا نبود. این یک دیگر طرف این قلابانی که جوادان ما می‌ذاریم وجود داره در جامعه تاجیکستان در قسم بالای دولتی آنها حرکت نموده است. آنها حرکت بینه که ما کی هستیم. ما میتونیم کشیم، ما میتونیم نابود کنیم، ما میتونیم به زندان پرتیم. ما چیزی که خودیم در سوری اولی افسوس که در سود در 27 سالی سال تاجیکستان شخصانی وقتی که علیف پیش از اینکه پرزیدنت آزادی که ملت رو از روی علم و فرهنگ و دانش شناختن در کار است. این پادشاه آذربایجان بود و مرد رفت. اگر چون این شخصی که فرهنگ و علم برای اونا درس داشته بود تاجیکستان ما در حالت فرهنگی در سیستم فرهنگی محترم کابل، اکنون تصمیم شما چی خواهد شد؟ شما چی کار میکنید؟ قدم بعدیتون چی خواهد شد؟ ریاست سود عالی برای دیدن ما باید برای چون که بعد از سود عالی ریاستی که پرزیدمی سود عالی به خود سود تاجیکستان این هم هست که یک بازیچه میشه ولی اون فاکتوری که ورد سود عالی ما پیش که همه این نادرست است نمیشه خاطر به رقم رو درست مونید همه دلایل ما بودن که همین سود حال میکرد این شهروند نیست هر چندم که زاده تاجیکستان بود این شهروند نیست اینکه زاده جمهوری تاجیکستان وای نیست اینکه بعد از این موافق تمام طلباتی که هست دنیوی باید برای رئیس سود پرزیدنت سود امیر خان تاجیکستان اینا ما میگذاریم این ملاتای دو ماه ممکن 3 ماه بگذره اینا ممکنه در بین 10 روز بینن بس از این وقتی که ما با همه این حجتایی که هست با وکیلانی که در اروپا هستن اروپا برای تاجیکستان این قسم اروپایی حساب نمیخورد و КПЧ это комитет по правам человека در نزد آن و در حمایت انسان که در آنجا مثلا که صدها مراجعتنامه تولیدی بود هستند آنها هم انتظار این هستند که در آنجا ما همش میگذاریم همه دلایلی که بود رفتن اساس این آدم فروشی است فروختن یک شهروند بیگانه به تاجیکستان این است اون چیزی که در قانون‌های تاجیکستان نوشته شده است که ما موافقی как по закону России на основании международных законов мы создали свою конституцию, не ошибается. Вы создали, но вы не выполняете. Вот ترتیب کاری داشته باشن. خب ترتیب که شما بعد از این بحثایی که در تاجیکستان دارید به صورت عموم از این اول تا بالای و عالی‌ترین بعد اینکه شما پاسخ‌ها رو میگیرید و به برنامه حمایت حفظ حقوق سازمان ملل متحد مراجعه میکنید. خب یعنی هدفتون چی است با این مراجعات ها؟ شما باز میخواید برگردید به روسیه؟ بسیار سوال میتونم من میتونستم در روز اول اومدن همه انتظار بود تاجیکستان که دگام بحث به نگذارد من از روز اول گفتم که ملت من در حالت بزدین است ملت من از همه ملت پایمال شده امروزه در دولت روسیه همچون دولتایی که در اسنگ هستند سابق اسنگ دارد من همین موندم گفتم در حالت تجاوز دختر تاجیک و تورما پرتافتن ستاره که پلیس روسیه برآوردن جمشید بردام کردن تاجیک دیگر حالتایی بودن که سودا بودن ندادن مزد کاری آنو نسبت حبسخانه ها پتکایی که بگم میذاریم زیاد بودن و اگر امروز کرامت شریف در چنین حالت میمون ممکن باید از 1 سال 2 سال بده که چرا اون خاموشی برگشتن من معنی ندارد که من برگشتم یک روسیه دولت زیباست دولت بویترین است من در اونجا نفقه میگیرم نه برگشتن من فرماندن اساسا به سابق دولت‌های اسنگی و خودم به رهبریت روسیه به امروزه سیستمی که تاجیک برگشت 1 سال میگذرد 2 سال میگذرد هستن سودایی که در اروپا از طرف روسیه برآمدن علاقه برآمدن خودی دیپارتمنت برآمد گرفتن پاسپورت است گرفتن خانه که جای اقامت من از خود کردن برآمده استادن در حالت اوبلاست مسکو است دیده باید که حتی روسیه در ترس که
در سودی بالایی گذراند. در یک سال چی میشود که ممکن یک دیدنی دیل ادمنستراتیو ممکن است در 3 ماه گذرد. یک سال باز در قسم ولایت مسکو محکم است. ادوکاتو در علاقه هستند و باز گفتنی هستند به تمام تماشابینان به شما که باید داند دولت روس و امروزه و در آینده که نسبت تاجیک عموما تاجیکستانی که ملت باید تاجیک اساسی بودنی کرمان شد این کارهایی که به دست به دخالت به بدی به ملت ما دادن باید روز که در قسمای بالایی دولت‌های دنیا داشت که این پایمال نمودن حقوق انسان است و برگشتن من از همین عبارت است. من در اینجا یک بیانکنی استاتیای 8 کنونسی اروپایی است که میشود که بودن اویلا با شهروندی که بودن من در اینجا شهروند نداشت شهروند داشتن باید روسیه اینا زود حل میکرد. لیکن هست روسیه که یک مرانی اوشر به آوردگی اونو نسبت هم جامعه نمیگم باشه کارم جامعه عمومی روسیوی جنبش مهاجران در روی هجر در حرکت نیست. هرچند در قسمت اینترنتی موجود داریم برآوردن روزنامه همین زیاده است میلیون ها روبل اوبید کاورد. بود صحبت که شما برگردید و نسبت این پول ها نپرسید. اون با من ناورده زره به جامعه به خلق چیکار که دینا پوتین گفت داد که قسمای پروازشنیکو از همه طرف یاردم کرده شد همه این خطاگی و اشیاء باید برآورده شود. این تورما و بیساز زندان است. این سخنان پوتین است. این در عمل ممکن پیدا نشه. درباره این گفته است لوکی ما کاری خودمون نکرده است امروز که دونن هم سودی روسیه هم سودی تاجیکستان با سطح بلندی دنیوی با ارگانیزاسی بودن هم با سودای اروپایی باوری کامل داره میرسد و وکیلان ما در اونجا هستن علاقه کار کنند. بسیار مهاجرانی که از روسیه برمیگردن در صحبت‌ها با ما میگن که بودن کرامت شریف در روسیه و سودی شهروندان تاجیکستان مهاجران تاجیکستان است. اینهایی که برمیگردن نزد شما میبیان با شما صحبت میکنن ملاقات میکنن مشکلشون رو با شما در این جمع در میان میگذارن. نه بلکه مهاجران حتی هستن استودنت گفت روزایی که ساعتی بودن که یک بودن شما آزادی برای ما بود. حتی در حالتی بود که وقتی خواب میکردی هست یک سراغی که تلفن میکنه. نگفتم برای کارهای دیپلماتیک کنسولگری مهاجرتی امنیتی اینا برمیگردن علائم دل خودشون در میزنن. کشتاری پسر بچه که در ویشنیکی شد خبر داری در وقتی آوردن دو دست بسته شد و فوت کرد. دخترچه کشته شد آورده به کلاه پرتافته شد تجاوز کرده شد. شخصی باید گپ میزد. شخصی باید آرامانه عرض خوبی با نیست در اونجا. اون جمعیتی که هستن من از اونها به بدی نمیخوام. لیکن هست دنیا که میگن درس ده. همین چیزی که هست وجود داره در یک شخص باید داده شده است. بزرگی پوتین در اون است که ممکن 95% گپی از روی سخنش باشه. 5% و اقتصادیش باشه. پیشرویش. و امروز در اونجا تاجیک‌ها در حالتی هستن که چی شود؟ حتی هستن ما رفتیم به قرغونتب رفتیم به ولایت اوسوق رفتیم به دیگر بسیاری میگن برگشتن میترسیم نداریم پشتیبانی. علم و فرهنگ کارمند داخلی کارمند بی خطری سودا باید نسبت ملت کار کنند. بیرون 1.5 میلیون ملت تاجیک اونا انتظارن اونا 3 میلیارد میپردن در تاجیکستان که زندگیتون پیش رود. سوال ما این بود که هم مهاجری که برمیگردن سراغتون میبینن سراغ میکنن صحبت میکنید وا میخریم با قسمای سایتی بسیارشون و قسمای اینترنتی ما جواب سوال کلام داریم. همون سوالی که در روسیه بود مرا میزنن مرا میکوبن بلیت مرا اگر خبر به نزدیکی چندین بدبختا از تاجیکان در روسیه یک فیرما شدن با ما با دستگیری کرامت شریف برای برگشتن کرامت شریف و نرخ بلیت ارزان شد. آنها فروختن فریب دادن آنها اومدن ما مراجعتنامه نواری میکردیم با ویدیویی این هم گذراندیم با دستی نوشته گذراندیم. چرا حکومت تاجیکستان نماینده بعد پیش این کرونا گیری کرامت شریف در خود تاجیکستان است و از روی یکی خواهش خود نرفته است ما باید مجبور پرداختیم. بعد دیگر است که یه سری راگون شده شد خبر داره که یکی از 10 نفری که ما میدونیم از تاجیکان یکی از 10 نفر تاجیکانی که با روسا بودن بعد از شدن گیس راگون آمدن در درون شنبه نشستن در کافه در بین اون حاکم محبت بود. خود بگو که من ونجیم من فیض آبادی میگه تاجیکم من میبردارم این رومکارا با یک نیت من حاکم محبت فستم دشمنی ملت رو از روسیه من برآوردم. دشمنی ملت رو من در حالتی بود که از بین آنها جدا نمودم و به دست دولت اداره تاجیکستان سپردم. حتی گفت که من میدونم که با سپردم
با یاردم کارمندان بی خطری تاجیکستان در روسیه و دیپلماتی که با این را ما کافتا یافتیم که خشت بار این کارمندشری در حکومت امروزی تاجیکستان کار میکند. این کی دیگر یک اتئیست از دین دور در راه افتیده رو ما گرفتیم انسان کردیم. اینو بودم دیگه شخص دیگر خیز از سخنهای خود نبر نگرده که پگاه سفر به روسیه دارید جواب در پیش ملت تاجیک میتید که محبت سلامت باشید.